سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو آموزش‌های قبلی با هم دیدیم که چجوری حالا اوپن کانکت یا سیسکو رو نصب کنیم که اسکریپتاش هم گذاشتم روی گیست که میتونید دسترسی داشته باشین اگر بخواین سیسکو رو به صورت پس‌تبریدی روی اوبونتو یا سنتوس نصب کنیم. امروز من میخوام که اسکریپتی که نمیشم واسه نصب اتومات روی سنتوس رو خدمتتون بذارم. منتها قبلش یه سری نکته رو میگم. ببینین، نصب کردن اوپن کانکت روی سنتوس و اوبونتو در حد فرقش اینه که شما اونجا اپت اینستال میزنید، اینجا یام اینستال میزنید. بقیه پکیجاش دیگه کار خاصی ندارن. یعنی همین اسکریپت رو شما خودتون میتونید پورتش کنین به سنتوس. اگر شما بیاین سیسکو رو ببینید مثلا با اوبونتو، در واقع تفاوتش رو ببینین، میبینید که اینجا یه اپت آپدیت زدم، یه آپگرید هم البته میخواد که حالا پکیجا رو نصب کنه، آپدیت بشه. بعد آی پی تیبلز رو نصب کردم و یو اف دبلیو دیسیبل کردم و ادامه مسیر دیگه. حالا خود اوسی سرو اومدم نصب کردم. اینجا هم همینجوری اگر بخوام وصل کنم فقط با آی بی اس ان جی، تنها تفاوتش اینه که اینجا من میام و پکیجی که متصل میکنه با آی بی اس ان جی رو جدا میام نصبش میکنم. نصبم که نداره، در واقع پکیج رو شما میگیرین، فایل کانفیگش رو پر میکنین. بریم و ببینیم به چه صورته. سیسکویی که مربوط به آی بی اس ان جیه. بکنم اینجا کجا گذاشتم آی بی اس ان جی رو. بیام توی گیستا کنم آپلودش کردم. بله، سیسکو پمه. این الان نوع اتنتیکیشنش روی پمه. اینجا رو ببینید گوشتم پم و به آی بی اس ان جی وصلش کردم. دومین من نمیام بزنم، اینجا رو آی پی زدم دیگه. حالا شما اگر علاقه داشتین که دومین بزنید که شما میتونید از در واقع یه کامند دیگه برای ساین کردن دومینتون استفاده کنید، سرتیفیکت بگیرین و اد بکنید. تو اسکریپت هم جاشو گذاشتم ولی خودم نیومدم اینجا بزنم که دومین ست نکنه وقتی گرفتمش. میام اینجا و مثل حالا آموزش قبلی اسکریپت درست میکنم. مهمم نیست. حالا نانو ندارم، با وی دارم میزنم، هیچ تفاوتی نداره. اینجا یه دونه پرمیشن میدم و بعد آی پی آدرس خود سرور رو داره میده. آی پی آدرس آی بی اس ان جی رو میده. آی بی اس ان جی یه مش از آموزش‌های قدیم آی بی اس ان جی درست کردیم با یوزر منیجر. من فکر کنم هفته پیش هنوز هستش. وصلش میکنم با آی بی اس ان جی. پورت 443 سیسکو و 1 تا 6 هم میام پیشکی میذارم. یعنی توی رزان باید بیام و آی پی این سرور رو گذاشته باشم که اینو اینجا قرار دادم. شما فقط میای اینجا اد نیو رز میزنین و اینجا آی پی سرور رو میزنین و نوعش هم میزنین روی پی پی دی و ادامه ماجرا که این اد هستش. بعد اسکریپت رو که میزنین نصب کنین قاعدتا زمان میبره تا نصب بشه. یعنی انتظار نشدش این اسکریپت رو میزنین تو چند ثانیه بعد نصب بشه، حالا حتی رو سرور خارج. ولی اسکریپت کار میکنه. این چیزیه که من ازش استفاده میکردم قدیم ولی الان همراه با آموزشی باشم که همه استفاده بکنم. خب من این آموزش رو باز میکنم. تو آموزش قبلی گفتیم توضیحات کم بوده، من آموزش سعی کردم توضیحات بیشتر کنم. باز میکنم تا این نصب بشه بیاد بالا و چکش بگیر. خب اسکریپت که به پایان برسه باید سرور سیسکو بالا باشه. سرویس او سی سرو استاتوس که بگیریم و بالا باشه. میبینیم بالاست. خب وقتی که سرویس اومدش بالا، الان با IBSNG وصل شده و میتونیم بیایم اینجا تو آنلاین یوزرها و اوپن کانکت رو بیایم چک کنیم.
می‌بینیم که وصل شده. ما الان وصل شدیم به یوزر IBSNG با اون یوزر پسوردی که داشتیم و اینم حالا سرورمونه. ببینم روت هم داده یا نداده. روت هنوز نداده. خب روت کانفیگریشنش زده دان. روت هم داده. الان میتونیم دسترسی هم داشته باشیم به سایت فیلتر که میبینیم پینگ الان فیسبوک هم داره ما میده و متصل شدیم. فرآیندش رو که حالا توضیح دادم. اسکریپتش هم که توی گیست هستش، میتونین ازش استفاده بکنین. میبینین که اینجا توی آنلاین یوزرام داره نشون میده دیگه زمانی که من وصل شدم به سیسکو، چون از IBSNG داره اتنتیکیشن انجام میده، اینجا تو آنلاین یوزرها رو هم بهتون نشون میده. امیدوارم که آموزش هم به درتون بخوره و براتون کاربردی باشه. تا آموزش بعدی فعلا خدا نگهدار.